قلب در سه حالت باید امتحان کرد. در شهوات، اگر روبرو شدی به شهوت، اگر چشمت ناگهانی خورد اوجا گفتی معاذ الله، این قلب اونو قلب است یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامتم همه سرها پایین، سر تو بلند است، همه خوف و ترس و حزن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اوجا دیگه تو غم نداری، اوجا ترس نداری. قلب سلیم داخل قبرم تو را آرام. وقت مرگ میخندی، قلب سلیم وقت مرگ میخنده. سلمان به همسرش میگوید همسر من مقدار عطر داره او را بیاور. برش آوردن، گفت مقدار آبم بیاور. آبم آوردن، گفت عطر داخل آب بینداز. داخل آب انداخت، گفت بپاش اطراف خانه. گفت پاشید. گفت الان تو برو بیرون که مهمانای من میآیند. الان تو برو بیرون که مهمان من میآید. زنش میگوید رفتم بیرون، دوباره داخل اتاق شدم که جان به جان آفرین تسلیم کرده. این قلب سلیم است. این قلب است که مریض نیست. در وقت شهوات میتوانی امتحانش بکنی که میل به سمت شهوات دارد ندارد. چند فیصد ما ناکام هستیم در امتحان؟ چند فیصد؟ چند؟ 99%. همون نیم فیصد هم والله اعلم. خیلی کم هستند اونهایی که در وقت شهوات استقامت بکنن یوسف گونه استاده بشود. امتحان قلب امتحان بیگه از خودت. باز میزان و درجه تقوا و پرهیزگاری در وجودت خودت میتوانی سنجش بکنی. ایمان سنج امتحان قلب میگه. ایمانت سنجش بکن چی اندازه است، امتحانش بکن در خلوت ها. گاهی وقت در میدان امتحان بیاندازش. وقتی دیدی علو پیدا کردی به 4 رکعت نماز، به یک روزه دوشنبه و پنجشنبه در کجایی را امتحان کو؟ در محارم، در شهوات. اونجا اگر کامیاب برآمدی روز قیامت هم در صف اولیا حشر میشی. یک بار خوب بگو الله اکبر. در صف اولیا حشر میشی. سوم، قلب خود را امتحان بکن در حقوق مردم. در حقوق مردم چه قسم؟ مال کسی پیشت هست او خبر ندارد. در معامله سود پیش نظرت هست که او خبر ندارد. کسی تو را چیزی بد و زشت گفته به گوش تو رسیده، الان اینجا معلوم میشه قلب سلیم که وقتی سخن زشت یک برادر مسلمان به تو میرسه و توی تو میگی خدایا هم مرا هم او را هدایت نصیب بگردان. باز خشم نمیگیری که ما را خوب میشناسم، مادرش فلانی بود، پدرش فلانی بود، خواهرش فلانکار است، برادرش فلانکار است، حالا دمه گپ زدن. عجب، خودپسندی، خودخواهی، کبر. زن حرف میزنه دهنت میزنه، تو حرف میزنی سر من؟ زن چی مانده که حرف بزنه؟ اینجا قلب مریض است. قلب کبر گرفته، خودبینی گرفته، خود بزرگبینی قلب را احاطه کرده گرفته است. در 3 حالت باید قلب را امتحان کرد. اگر در این 3 حالت قلب موفق بیرون شد، کامیاب بیرون شد، هم عزت آخرت نصیبت میشه، هم عزت دنیا را الله نصیبت میگردانه. یک سوال از پیشت بکنم، کسی را که خدا آبرویش حفظ بکنه کل عالم یک جا جمع شود میتونه آبروی او را بریزانه؟ کسی را که خدا از گزند زمین و آسمان حفظ بکنه
کل عالم یک جا جمع شود صدمه به او رسانده میتواند؟ خب وقتی که به این باور هستی پشت این آن نگرد، خود غمگین نکو، خود دلخور نکو، شبها با کینه نخواب، شبها با حسادت ها نخواب، شبها با انتقام نخواب. امروز خیلی ها میرن در بستر با کینه میخوابن، با کینه بیدار میشن. به حج بیت الله رفتن با کینه، آمدن با کینه. و باورم دارن که اگر خدا نخواهد هیچ اتفاق نمیفته. با آواز بلند بگوین عزت کی میته؟ الله. کی میته؟ الله. کسی که ذلیل میگردانه کی میگردانه؟ الله. پس نگران چی هستی؟ او را راضی بگردان، او را رفیق بگردان، با او آشتی بکن، با او صلح بکن، دیگه غم دنیا را نداشته باش، فکر کسی را نداشته باش. بیرون شو ای غم از سینه که بوی یار می آید، برو تو ای غم برو گم شو که آن دلدار می آید. نخواهم یار را شادی که از شادی گذشت است او، مرا از فرط عشق او ز شادی عار می آید. او کسی که با پروردگار خود رفیق است، بیرون شو ای غم از سینه که بوی یار می آید. غم او را نمیشناسه. خب آمدیم سر اصل موضوع. حقوقی که لازمه برادری اسلامی امروز کجاست؟ یکیش گفته بودم، کدام بود؟ هفته ای که گذشت یکیش گفته بودم، هر چیزی را که برای خود میپسندی برای برادر مسلمان خود هم بپسند. چرا یاد ما میره؟ یک کسی میره جواب میگه چرا یاد ما رفته؟ چرا؟ غم دنیا، چرا غم فقر و نان و ثروت و مکنت و قدرت، چرا غم شهوت و عشق؟ یاد ما میرود چون مهمش نمیدانیم، قیمتیش نمیدانیم، با ارزشش نمیدانیم. سخن خوش ما میآید ولی زود فراموشش میکنیم. حقوقی که لازمه برادری اسلامی است امروز کجاست؟ این خیلی قیمت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا یؤمن احدکم. این چه جمله تکرار دهنده است. لا یؤمن احدکم، ایمان ندارد که از شما حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. حدیث هم حدیث امام بخاری است. ایمان کامل ندارد اون انسانی که چیزی را برای خود دوست دارد برای برادر مسلمان خود دوست نداشته باشد. من مثالایش گفتم، سر زو قدم پیچم. یک کله پاچه را خانه یکی از اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم آوردن. فقیر بود این مرد که به خانهش کله پاچه آمده بود، فقیر بود. وقتی که به خانهش آمد دهن دروازه او کسی که آورده بود برش گفت که من خو خیلی نیازمند هستم، اما این همسایه ما که در پهلویم است از من کده نیازش خیلی بیشتر است، به این ببرید. این را بردن به همسایه. همسایه در را باز کرد، گفت من نیاز دارم ولی همسایه‌ای که در پهلوم است من نیازمندتر است. 7 خانه را گردش میکنه. چند خانه را؟ 7 خانه را گردش میکنه، پس این کله پاچه به خانه اول برمیگرده. سبحان الله. چی ایمان داشتن، چی اخوت داشتن، چی برادری داشتن.